غارتگران روزی دوشنبه از آثارخانه باده برلین سکه طلایی کانادایی با نام برگ کلان افرا و با چهره ملکه بریتانیا کبیر الیزابت دوم را به یغما بردند. این سکه طلایی خالص 100 کیلو وزن داشته، قطر و یا دیامترش 53 سانتی متر را تشکیل می کند. وینفرید ونسل نماینده پلیس گفت طرز صادر شدن جنایت در مجموع روشن است. طبق اطلاعی که ما داریم دوست یا شاید غارتگران شیشه تیریزه را از طرف پشت آثارخانه که در کنار راه قطار شهری جایگیر است شکستند. آنها به تالار نمایشگاه تنگه ها وارد شدند و تنها یک سکه تاریخی را با خود بردند. ونسل از شرح کار نظام محافظتی آثارخانه خودداری کرد. تنها گفت که سکه دزدیده شده در زیر شیشه تیرناگذار جایگیر بود. تنگه مذکور در سکه‌خانه سلطنتی کانادا در سال 2007 آماده شده است. بنابر بزرگی حجمش آن به کتاب رکوردهای گینس وارد گردید. سکه طلایی در آثارخانه باد موقتا نگهداری میشد. ارزش آن زمان تولید به $1 میلیون برابر بوده است، اما در بازار چند برابر بیشتر از این نرخ دارد.